دونالد ترامپ президенти ایالات متحده آمریکا خبر داد که عملیات رها کردن کشتی‌ها از گلگاه هرمز را موقتاً باز می‌دارد. او گفت این تصمیم با هدف دستیابی به یک سازش درازمدت با ایران گرفته شده است. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که طرح آزادی برای مدت کوتاه باز داشته شد تا با ایران سازشنامه نهایی بندند. او همزمان گفت که تا رسیدن به سازش محاصره دریایی ایران را دوام می‌دهند. ایران هنوز به این تصمیم واکنش نکرده است. از این پیش مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با خبرنگاران است تلاش‌ها برای همراهی کشتی‌های نفتکش در هرمز گفت. روز گذشته نظامیان ایالات متحده آمریکا گفتند که چند قایق خرد ایرانی پهپاد و موشک‌های بالدار ایرانی را در هرمز نابود کردند که می‌خواستند مانع کشتیرانی شوند. روبیو گفت به ایران اجازه نمی‌دهند که حرکت کشتی‌ها را نظارت کند. این معنای حمله کردن را ندارد. این عملیات دفاعی است. به ما تیر نزنند، ما تیر نمیزنیم. ما با آنها حمله نمی کنیم. اما به ما یا به کشتی حمله کنند باید پاسخ گیرند. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران عملیات نظامی انجام دادند. ایران گلوگاه هرمز را که 20% نفت جهان از طریق آن می‌گذرد بست و این باعث بالاروی قیمت‌ها در سراسر جهان شد. دونالد ترامپ میگوید توانایی نظامی ایران را از بین بردند و حالا این کشور با وجود صدا دادن تهدید از مقامدارانش خواهان صلح است. گفت و شنید صلح با ایران آغاز یافت ولی در نیمه راه معلق ماند.